قشنگ دیدی نه؟ شو صدو هر نوروز مبارک فقط نه؟ ماش دوره خط بدم ده حل نوروزتان مبارک. در چهارشنبه یک هفته پیش از آغاز نوروز به یادم هست بزرگسالان آتش می افروختند و از ما نورسان خواهش می کردند از بالایش بجهیم. آتش گرمی می دهد و همه سردی ها را از شما دور می کند می گفتند آنها. یکم بیرینک از ما شوشی لبوتسکی من دیترین زبان است ده گرمه تمرداکت هر چیز خونده که ممسول سوید یا زیست فیوت و باشن همون نون پزی و بعد همون خوردنی را میبرون همه خونه تحت تیل میان که نگیرید. امروز روزی نو است، روزی خورسندی است و همین وقتی با سومانک وقتی که تیار میکنن ببینید از شب از این روز به این روز دیگر سومانک رو توب میدن زنکو. ما خصوصا بسیار وقتی همین وقتا دا میغلطم میبینم چه که زنکو این کارا میکنن با از آینه نگاه میکنم از درون خونه که با کدام از کدام با کدام درجه همین کارا میکنن که این روز دیگر با همون سومانک 3 روز دیگر و توب میتن بعد تیار میشه که سومانک میخورید و از گندم تازه است. چه شیرین است، مزهش چه خوب است. همون مزهش به یادم است، دیگر هیچ به یادم نیست. همون نوروز سومانک در جوش ما کفچه زنه دیگران در خواب ما دفچه زنه. سومانک در جوش ما کفچه زنه دیگران در خواب ما دفچه زنه. سومانک نسل بهار است ملای شب زندگار است دل خوشی سال یک بار است سال دیگر یا نصیب. سومانک نسل بهار است ملای شب زندگار است دل خوشی سال یک بار است سال دیگر یا نصیب. سومانک در جوش ما کفچه زنیم دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سومانک در جوش ما کفچه زنیم دیگران در خواب ما دفچه زنیم. آرزو این شب خروشد سومانک در خود بجوشد دل خوشی جامه بپوشد سال دیگر یا نصیب. آرزو این شب خروشد سومانک در خود بجوشد دل خوشی جامه بپوشد سال دیگر یا نصیب. سومانک در جوش ما کفچه زنیم دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سومانک در جوش ما کفچه زنیم دیگران در خواب ما دفچه زنیم. چون شکر شیرین دارد خود بر خود رنگین دارد مزهش نقصه ندارد سال دیگر یا نصیب. چون شکر شیرین دارد خود بر خود رنگین دارد مزهش نقصه ندارد سال دیگر یا نصیب. سومانک در جوش ما کفچه زنیم دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سومانک در جوش ما کفچه زنیم دیگران در خواب ما دفچه زنیم. موسم عیش و بهار است موجب تخت و شوار است دخترا دورش قطار است سال دیگر یا نصیب. موسم عیش و بهار است موجب تخت و شوار است دخترا دورش قطار است سال دیگر یا نصیب. سومانک در جوش ما کفچه زنیم دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سومانک در جوش ما کفچه زنیم دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سومانک در جوش ما کفچه زنیم دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سومانک در جوش ما کفچه زنیم دیگران در خواب ما دفچه زنیم. Весна – это прекрасное время года.
прекрасная для многих людей. Для меня особенностью. Я родился весной, буквально через неделю, Навруз, допустим, да? И я иногда думаю, может быть, поэтому я стал музыкантом, потому что весной я родился. Овози буль-буль, природа расцветает. Думаю, а вот если бы я зимой родился, что было бы? А? Я вот зимой родился, всегда пою, жду. Значит, в детстве ты всегда вах кричал, говорил, когда окна откроются, когда окна откроются. Лежал в потолок, вот лежишь зимой в потолок, все закрыто, все. А весна... Поэтому весна, ну, для меня это вот так, я, конечно, это просто говорю так образно, что весна это время, многие музыканты родились весной вообще-то, если так взять, да? Ну, весна, Навруз, это всегда как-то даже после зимы, вот, хоть я уже взрослый человек, когда наступает весна, у меня как будто внутри все просыпается, все, зинда, удам, зинда, мешает. وقتی که در بدخشان ما در عید نوروز حتی ما بزرگترین چیزی که عشق است و عشقی که مثل در بین دو جوان در طول سال گذشت یعنی که به هم نرسیدن اونها میتونن که در عید نوروز یعنی که کلوغزغز کنن و کلوغزغز یعنی که همون روز وقتی که ما میبینن از روزنه خانه وقتی که خانه بدخشانی روزنه دارد همون 4 خانه دارد از بالا میبینن و درخواست میکنن یعنی که ما در همین روز نوروز از خانه که مثلا همون عاشق به خانه معشوقه میرود و طلبها میشد و وقتی که میپرسد شعر میخونه دل میپرسد و شعر میخونه من چی میگه نوروز شد این میخونه نوروز شد و لاله خوش رنگ برآمد بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد ای پدر برخیز نوروزی بیار تا تو را رحمت کند پروردگار بعد میگن با زبان بدخشان میگن چالر چلاپ میگن این کلوغزغز بعد میگه که من خواهش دارم که دختر شما رو یعنی که خواستگاری میکنم و همین روز گرچه که در طول سال اونها به هم نرسیدن همین روز اونها خودداری کردن نمیتونن لکه دست میتن یعنی که والدین راضی میشن باید راضیشن فورا نفورا چون که این یک چیز است نوبوار با یک چهار دو مصرع میخونم همین وقتی که میگن کو همین عاشقا بسیار عاشقی میکنن بعد میبیاد که بعد پسر میبیاد میگه که ای یاری من نبین اسما کشید قاشوشا آخر به زمین زد سخنی داداشا بیرم بیشتر دور شوروی میخونن آخرش دور شوروی یاری من نبین اسما کشید قاشوشا آخر به زمین زد سخنی داداشا یاری من نبین اسما کشید قاشوشه آخر به زمین زد سخنی داداشا رحمت بر حکومتی سویتی رحمتو هر کس بکی دو دست گیرد دل خوش شد از کوچه گذشت بارمان از کوچه گذشت بارمان یک دختر کشی زمانه یک دختر کشی زمانه گفتم با کجا است که روانه گفتم با کجا است که روانه گفتم با تماشای جهانه گفتم با تماشای جهانه از کوچه گذر من از فراری کنم
این پیام نوروزی از گروه شمس. شاکون بهار مبارک.